خب آنی خانم برو ببینم. برو کوچولو بیا ببر تو اینا رو ببر تو. سلام سلام سلام. ببر تو آنی خانم. چه خبره؟ بازم هست؟ نه دیگه همین برو بیا بفرما تو. بیا باز کن مامان ببینم چی خریدی. بیا اینا رو میخوایم باز کنیم آنی. میخوایم باز کنیم اینا رو. بیا ببینم چی خریدی ماما. بیا آفرین. برو تو برو کفشاتو درارم. چه خبره آنا؟ چه خبره؟ خوش گذشت؟ باز کنیم اینا رو آنی؟ بیا ببریم اون بر باز کنیم. یه دونه ثباتشو میدادی دستش. بیا آنی بودو این خانم واکسن زده یه ذره این پاش لنگ میزنه امروز. آخیش خب بیا اول از کوچولاش اوه آنی خب مدنی بود. یکی از اینا هم خریده برای دخترموش میوه ها رو. آره از سال آباد آنیه ما خرید کرده. خریداره کوچولو. اوی نینی چه نینی خوشگلی. نینی هم صدا میده هم اوی دستاش. بچه این خیلی باحال بوده. من نمیدونستم هم کلاش اینجوری میاد پایین همینجوری بوق میزنه. بانمه که آنی که خیلی خوشش اومده باش کلی بازی کرده. اینم هیچی نیست و دیگه اینجوری میچرخه. آره این چیه آنی؟ آنی موتور خریده. اینو فشار میده کوک میشه. اینو بذاریم بره. یه مینی هم اینجا داره کیتی کوچولو. کیتی جنسش هم نهمه. آره؟ نه اینم. این چی میگه؟ این فشار میده آب میاد. آب سرد کنه قطاریه. آره اینجا رو برو توش آب کنیم. آره آنی؟ آب مدنی اینجا داشتیم. بیا خب آب یه ذره بریخته اشکال نداره. بیا آب بریزیم. باستا درشو ببندیم اینو. حالا بذاریم روی این آب سرد کنه. آنی توکلی لیوانش هم فکر کنم باید بدی بهش. من میخواد نگاه کن. اوی فشار میدی یه ذره آب میاد ازش. یه کوچولو اومد ولی لیوانش هم صفر در میاد. اینا بیا مدی بخوره. بخوری مامان کثیفه ها. بده مامان بشوره. بیا بده من بشورم برات. بده مامان بشوره. بده مامان بشوره. صاف بیا نریزه مامان میسی. آنه اینو باز کنیم. آره بیا بشین اینجا. بیا بشین بغل بابا. خب این از کجا باز میشه آنی؟ از بالا باید باشه. این 280 تومان شد. به نظرم واقعا نمیاد 280. آنی واقعا آنی باید من میذاشتیم یه من تو همون خب آنی مثلا چسبیه مگنتی نیم. فکر کنم مگنتیه. اینا رو آنی اینجوری میکنه باز بشه. آره نگاه کن. اوی بیا اینم که مال حساب کتابه. سکه میکرد اینجا روی تخته هم باید ببری. ببریم بذار یکیشو درست کنیم.
ببریم آنی؟ ببرم؟ بگو بله. بریدیم. خب بریم سراغ این یکی. این چیه آنی؟ نه این آخر است. دیگه چی باز نکردیم؟ اینجا آنی 3 ابزار خریده. ابزار با کلاهش هم چراغ داره آنی؟ قیمتش چقدر شد؟ نه ارزون بود. اینم نفهمیدم 200 تومن فکر کنم. اینم باز نکنی. آنی اینم باز کنی ببینیم چیه. این مال حمومه، آب میاد ازش. اینم ازش آب میاد. این پیچ افتادمش. این بادکش میشه میخوره تو دیوار، بعد از اینجا آب میریزه. البته ایناشو باید سوار کنیم دیگه. نمیدونم چجوریه آنی خانم. عکس روش کو. آنی این اینوریه. آها این شد یه چیزی. آنی میره این تو. اینم میاد اینجا. آب از اینجا میریزه زیر توش میذاری، آب میریزه بعد میاد پایین از روی این رد میشه. این میچرخه اینجا فواره داره میپاچه. اینم میچرخه از اینجا آب میپاچه بیرون. دوباره آب میپاچه بیرون. اینجوری لیوان هم داره دیگه. لیوانه خوشگل میگیره زیرش پر میشه. آنیمون داره چیز رو پوست میکنه. باحال بود اینم آنی. یکیش شاید کندش دروش مونده. مال اینه. آها بلاله؟ بلالش آره. بلال اینجوری میچسبه کنده میشه. آره آنی این یکی اصلا یادم رفته بود بیاریمش. بشین اینجا ببینیم چیه. بشین اینجا با بشین اینجا. خالی شده نی؟ خب جا بکنید ببینیم این چیه. اینم از سال آباد خریدم. حالا این آمویسی شده میذارم 1,800 اینا بود تو کام تو چیز دیجی کالا و نمیدونم جای دیگه. اونجا 1 و چند خرید؟ 1.5 خرید. تا 100 تومن تخفیف داد خودش بدونی که ما بگیم. یه مدل دیگه هم داره کلبه هوشه. اونو 1,100 میگم 1,600 تو چیز بود دیجی کالا. 1,300 اینم 1,300 خریدیم. ابزار که نه ست نظافت دیگه. چی میخواد اینو سرمانش کنه؟ این خودش پازله. اینجا رو این چیزش هم عین واقعی هست. اسکاچش واقعا اسکاچ واقعی هست که استفاده میشه. جاروش و اینا هم فکر کنم همون چیزه واقعیه. آره جاروش و اینا هم خیلی نرمه. آره چی میخواد اینو سرهم کنه؟ اینجا هم اینم میذاریم که میگیم اینجا خیسه. حواستون باشه لیز نخورید. خودش دوباره از اونجا رفت میشه. اینا هم برچسب باشه روش. اونو واکنم. بابایی اینجوری همش قرقاتی میشه نمیفهمم چی شد. اینو که اصلا نفهمیدیم من چند خریده. نه کجا با میشه؟ مامانش یه چاقو با ما میدی؟ مامان یه چاقو میدی؟ بذار مامان چاقو بیارم. اون خاک اندازشه آنی. خاک انداز آنی خانومه. بیا رو اینم بازش کنم بدم به تو خیالت راحت شه. همه‌شون با هم قاطی شده. دقیقا آنی خانوم اون نمیداره دونه دونه باز کنیم. آنی
این کلاش خیلی گنده است. برگرد بچه ها ببینن. منو نگاه کن ماما، منو نگاه کن. چه خوشگل شدی شما خانوم. جان. ببین آچار چی داره توش؟ آچاراشو نگاه کن. مفید دلیل عینک هم داره آنی. ولی جنسش خیلی علکیه. عینک میزنی بابا؟ بیا عینکش هم بزن واستا. آنی عینکش بده. کلا رو بردار. ببینمه. وای خدا. خیلی خوشگل شدی. آره مامانش اینش باتری میخوره اینا. چی آره جاروه فکر کنم. چشمه جارو باشه. آها مال اون چیز است. 3 تا نظافت است. وگرنه آنی همه رو قرباتی کرد. آنی این مال تیشه، میگم جاروشه، خاک اندازش. آنی باید اینا رو من یه سفر رو برات تمرکز کنم. حالا بذار اینم نشون بدیم. این هم قایق کنترلی بر خودم خریدم اینو. و این که یه ذره پایین‌تر این چیزه، موتورش جته، یعنی مثل جت داخل میکشه، پروانه بیرون نداره. 2.5 جای دیگه 3.5 بود. توی یه سایت پیدا کرده بودم 3.5 2.5 گفتم بذار بخرم. اینم چیز باحالی. حالا اینم جدا مکسش می‌کنیم دیگه. همین دیگه. ولی سال آغاز رد نبود، همش چیز داشت. یه راسته اسباب بازی فروشی بود با لوازم خونگی. خیلی هم مغازه‌های بزرگ. آره مغازه‌هاشون هم هر کدوم 100 متری 50 متری چیزای بزرگی بود. نسبتا برای اسباب بازی خریدن خیلی خوب بود. من که خوشم اومد. حالا اینم سلامش کنم بهتون بعدا نشون میدم. خب اینم تکمیل شد جارو برقشه. ست لوازم نظافت آنی خانوم اینجوری درش هم باز میشه میشه اتاق خانوم. اینجا هم چیز گذاشته برای جارو کشیدنه. اینجا هم دستمال، حتی دستمال هم بزرگی دارم دوباره استریشه. اینا همه کار میکنم. سریع جاروه، هیچیش هم نمیمونه ترزش. و کارتک اینجوری جارو داره. دوباره آنی خانوم یه سری وسایلش هم پیچونده برده نیست. بهتون نشون بدم. ای بابا چون نمیمونه. این دوباره این کار نمیکنه. کار نمیکنه همین که مثلا صابون بده. گشانی خانم جارو بکش. تو خودی. هولاتوز فورست اکتیویتی جنگله. کرم جنگل. اسباب بازی آنی رو ببین. اینجا جغجغهاشه. بذار پیچاشو باز کنم. آنی اینا رو هم بس کنیم. اینا رو هم بس کنیم برای آنی خانوممون. آره آفرین. این باید از زیر بره آنی. آخیش آینه داره. باتری مامانش یه پیشگوشتی به ما میدی؟ پیشگوشتی 400 میخوایم هم بزرگرم بدی دادی. بعد باتری بندازیم آنی. باتری بیا تو بازی کن. بشین بابا بشین آنی. بیا باتری بهم داری بدی؟
بعد باتریامون کار میکنه آنی؟ نه؟ ای بابا تو؟ خب دکمه روشن خاموشش کجاست آنی؟ این دکمه نداره بابا اینها اینجوری صداش زیاد میشه اول روشن صدا زیاد خاموش کنم آنی جوجو صدا میده نکن اینو میدی پایین جوجو صدا میده نه آنی صدای جوجو رو درار آنی بیا اینجا شکل بکش اینجا نقاشی کن اوه آفرین آنی دو حالا اینا رو نگاه راه میره میچرخه خب چجوری پاک میشه آنی پاکش کن اینجوری نکن اینو میدی اینور پاک میشه دوباره نقاشی کن آفرین بابا چی شده من بکشم آنه حالا آنه اینجوری نگاه کن اینا رو میچرخونی اینا میچرخن توش دیدی یا اینا رو میچرخونی آنی صدا میده این دکمه رو بزنیم باید حدس بزنیم صدای چیه زنبور اینه اینا الان آهنگ برنده شدن میزنه گاگا اینجاست گاگا اینه ها این گاگا